دعا بهترین درمان هست به خاطر رفع مشکلات. این رو تجربه کنیم. بین همه ما بعد یک تجربه بکنیم، دوامدار دعا کنیم. قومی که دوامدار دعا میکنه، خانواده‌ای که دوامدار عادت دعا داره، یا فردی که دوامدار عادت دعا داره، هرگز گمراه نمیشه. هیچگاه گمراه نمیشه. الله متعال مسیرش برش انتخاب میکنه، چون تو از الله راهنمایی خواستی، از الله چیز خواسته که من ضعیف هستم، من ناتوان هستم، من نمیتونم. الله متعال یک مسیر برات انتخاب میکنه. دعا بهترین مانع برای رفع بلاها و مصیبت ها هست. حتی گاهی اوقات از فرود آمدن یک مصیبت جلوگیری میکنه. باز یک حدیث میخوانیم: الدعاء صلاح المؤمن و عماد الدین و نور السماوات والارض. این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم است. خب دقیق باشین، الدعاء صلاح المؤمن، دعا اسلحه مؤمن هست. یعنی به اندازه قوی است که حیثیت یک اسلحه را داره. و عماد الدین، ستون دین هست. و نور السماوات والارض، نور آسمان ها و زمین هست. دعا وقتی که به این اندازه قوت داشته باشه در مقابل مشکلات، باز خیلی قوی است دیگه، که هم اسلحه باشه، هم ستون دین باشه و هم نور آسمان ها و زمین باشه. پس دعا خیلی قوی هست. انسان ها در مقابل بلاها و مصیبت ها سه حالت دارن، دقیق متوجه باشه. انسان ها در مقابل بلاها و مصیبت، در مقابل غم ها و پریشانی ها سه حالت داره. اولین حالتشان، انسان ها از مصیبت نیرومندتر هستند. یا یک انسانی پیدا میشه که خودش نسبت به مصیبتش قوی تر است، اصلا بالش تأثیر نمیکنه. یا از دید جسم قوی هست، یا از دید درون قوی هست. گاهی اوقات یک انسان تحمل سخن یک انسان دیگر نداره، اما گاهی اوقات یک انسانی پیدا میشه که سخن هزارها انسان را تحمل میکنه. این یک حالت انسان است که در مقابل مصیبت خودش نیرومند هست، قوی است، اصلا نیاز به چیز دیگه نیست. یک حالت. حالت دومی، انسان ضعیفتر از بلا هست، خودش ضعیف است، در یه جای دعا میکنه. این دعا از بلا و مصیبت تخفیف میکنه، خفیفش میکنه، سبکش میکنه. گاهی اوقات شما در یک مصیبت گرفتار میشین، در یک درد گرفتار میشین، ما مو لحظه امو درد را متوجه هستیم، در حالی که الله متعال توانایی از این را داره که از این بیشتر ما را درد بده. شاید دعایی کرده باشه که از درد خفت کرده باشه، درد را خفیف ساخته باشه، سنگینی درد را به سبکی تبدیل کرده باشه، درد را از وزنش کاهیده باشه، کاهش داده باشه. و گاهی اوقات میشه که این تو آمده در حدیث پیامبر، بعدا میخوانم ان شاء الله، که این دعا و مصیبت انسان که بر انسان پیش میشه با هم مبارزه میکنه. حاکم در صحیح از عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت میکنه که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم فرمود: دقیق باشین، احتیاط در برابر تقدیر بیفایده است. احتیاط در برابر تقدیر بیفایده است. دقیق شدین؟ احتیاط در برابر تقدیر بیفایده است. تقدیر چیزی که برات نوشته شده باشه، این درست است انسان احتیاط میکنی، به این معنا نیست که ما احتیاط نکنیم. این گاه اوقات که یک چیز برات نوشته شد باز احتیاطم کار نمیده. اما یک چیز ادامه حدیث میگه: اما دعا برای او چیزی که نازل شده و او چیزی که نازل نشده سخت سودمند هست، خیلی سودمند هست. هدفش چیست؟ که میتونه که تقدیر تو را دعا تغییر بده. به مو اندازه قوی است. الدعاء سلاح المؤمن و عماد الدین و نور السماوات والارض. حتی در حدیث آمده پیامبر ما صلی الله علیه و سلم میفرماید، جزء از حدیث است، میگه یک انسانی که دعا میکنه، یک مسلمانی که دعا میکنه و بالای انسان یک مصیبت میگه از یک طرف دعا هست، از دیگر طرف مصیبت هست، از یک طرف دعا هست، دیگر طرف غم هست، از یک طرف دعا هست، از دیگر طرف پریشانی هست. میگه به اندازه اینها با هم مبارزه میکنند، به اندازه مبارزه کنند که گاهی اوقات بعضی مصیبت ها در مقابلش که دعا قرار داره، تا به روز قیامت اینها با هم مبارزه دارن، نمیگذاره که بیاید پیش. گاهی اوقات که ما دعا میکنیم، به هر اندازه‌ای که دعا قوی باشه مصیبت خفیف میشه، به هر اندازه‌ای که دعا ضعیف باشه مصیبت یک کم بالای ما گرنگی و سنگینی میکنه. حالا برای خودتون معلوم میشه که در فلان زمان بالایتون مصیبت خیلی سخت آمد، دعا ضعیف بوده. دعا را قوی بسازیم، با قلب قوی، با تمرکز عالی، با یقین راسخ و جازم، واسه خیلی تاثیرگذار میشه. باز واقعا که دعا سلاح المؤمن. حتی رسول ما صلی الله علیه و سلم میفرماید، حدیث را ابن عمر روایت کرده، میگه فعلیکم عباد الله بالدعاء. لازم از بالای شما که شما دعا بکنید، بنده های خدا دعا بکنید. ضعف حافظه داره، دعا بکن. مشکلات اقتصادی داره، دعا بکن. مشکلات خانوادگی داره، دعا بکن. مشکلات درس و تدریس و دعوت داره، دعا بکن.
مشکلات محبت داره که با کسی محبت نمیتونه، کسی با تو محبت نمیکنه، دعا بکن. هر نوع مشکلی که داره با خدا در میان بگذار، طور با خدا صحبت بکن مثل که با یک دوست سمید صحبت میکنه. خدا از تو خیلی به اصطلاح تشریفات را کار نداره، از تو خیلی نمیخواد که با او بلاغت حرف بزنی، با فصاحت و بلاغت حرف بزنی، طور صحبت که گویا با دور از تشبیه با یک دوست سمید صحبت میکنه. خدای من این مشکل دارم، تو خیلی قوی هستی، من ضعیف هستم، تو حالت من آگاه هستی، تو توانایی رفع مشکل مرا داری، من نمیتونم از مشکل خود موفق برایم.